هزاران سال پیش مایاها میوه کاکائو رو به عنوان یک میوه مقدس به حساب می آوردن. یک میوه‌ای که دارای خواص عرفانی و افرودیزیاک است. افرودیزیاک به معنی برانگیزاننده امیال و اقواگری هستش. اونها معتقد بودن که شکلات یا همون کاکائو غذای خدایانه. عاشقانه بودن شکلات از این دیدگاه و این نگاه میاد. ما امروز میخوایم با همدیگه یک موس شکلات عاشقانه درست کنیم به مناسبت روز عشق. برای موس شکلات یک عالمه رسیپی های مختلف وجود داره. امروز رسیپی که ما میخوایم باهاش جلو بریم با سبیون یا با پتبوم هست. پتبوم چیه؟ سبیون چیه؟ زرده تخم مرغ به صورت خام اگر استفاده بشه امکان اینکه توش باکتری های مضر وجود داشته باشه خیلی هست و اینکه خانم های باردار و کسانی که ممکنه حساسیت داشته باشن و بچه ها نمیتونن به راحتی ازش استفاده کنن. ما برای اینکه این باکتری ها رو توی تخم مرغ از بین ببریم باید به تخم مرغمون حرارت بدیم. چجوری حرارت میدیم؟ با سیرپ داغ داغ داغ. تمام مواد اولیه و مقادیرشون توی کپشن نوشته شده. امروز ما به فر احتیاج نداریم. تنها چیزی که باید حتما داشته باشیمش برای درست کردن پتبوم حتما یک ماشین همزنه. برای اینکه با دست راحت نمیتونید این کار رو انجام بدین و وقتی که سیروپتون رو به تخم مرغ اضافه میکنین ممکنه که در واقع شکرک بزنه و سیروپتون ببنده. ما از شکلات واقعی استفاده میکنیم. شکلات واقعی شکلاتیه که کره کاکائویی واقعی داره و توش در واقع از روغن‌های جایگزین استفاده نشده. اگر میخواین طرفتون رو، همراهتون رو، عشقتون رو تحت تاثیر قرار بدین حتما از شکلات واقعی استفاده کنین. باید این شکلات ها ذوب بشه. من به روش بنمری ذوبشون میکنم. روی گاز آب جوشم رو گذاشتم. اینو میذارم روش تا آروم آروم ذوب بشه. روی بخار آب حرارت رو از جوش به جوش که رسید در واقع کمترش میکنیم که خیلی قلقل نزنه و آروم آروم شکلات هامون ذوب بشه. خب شکلات ها رو همینطور که در حال ذوب شدن هستن از کناره ها بیارید وسط و حتی اگه دونه ها و سکه هاش هنوز توش مونده با یه همه کوچولو اینا ذوب میشه. حواستون باشه که زیادی حرارت نبینه. یعنی دمای شکلات شما خیلی بالا نباید بره. بیشتر از 45-46 نره بالا. همینو زیرش رو خاموش کنین و میشه از روی حرارت برش دارین. برای درست کردن سبیون باید خامه و زرده‌ای که دارید رو داخل پاتیل بریزین. حواستون باشه که زرده به دمای محیط رسیده باشه. اصلا از زرده سرد و از خامه خیلی سرد استفاده نکنید چون موقع اضافه کردن سیروپ قطعاً سیروپتون حالت کریستالیزه میشه. و من توی این مرحله یه مقدار عصاره وانیل هم بهش اضافه میکنم. البته که واجب نیست، میتونین چون ما بعداً توی موس شکلاتمون وانیل رو تونکار اضافه میکنیم، ولی خب اینجا من ترجیح میدم یه کوچولو بهش عصاره وانیل هم اضافه بکنم. بعد این محتویات میره زیر همزن و با همدیگه میکس میشن. الان سفیدمون حسابی با خامه قاطی شد. یه حالت سفیدی گرفت، یه قوامی گرفت. این مرحله‌ایه که ما دیگه سیروپمون رو میتونیم بذاریم که گرم بشه و به بقیه مواد اضافهشون بکنیم. اینجا یه کمی حرفه‌ای‌تر برخورد باید بکنیم و احتیاج دارید به
ترمومتر. با ترمومتر نتیجهتون بهتر میشه. خب خیلی هم حفظی این کار رو انجام میدن و خیلی از آشپزای وارد دستشون فرو میکنن تو آب یخ، بعد میذارنش توی آب، یعنی در واقع سیرپ داغ و اون موقع که میارنش بالا و قوام سیرپشون رو بررسی میکنن متوجه میشن که سیرپشون به دمایی رسیده که اضافه بشه به تخم مرغ یا نه. ولی خب ما از این کارا قرار نیست بکنیم، ریسک نمیخوایم بکنیم، به خاطر همین ترمومتر بهترین انتخابه. سیرپتون رو که مخلوطی از آب، شکر و گلوکوز هست رو بذارید روی حرارت، ترمومتر رو بذارید داخلش و هر وقت به دمای 118 درجه رسید به تخم مرغ و خامه‌ای که در حال در واقع زدن هستش، یعنی باید میکسرتون روشن باشه، کار بکنه و آروم آروم سیرپ بهش اضافه بشه. کارمون حرفه‌ایه، خیلی حساسه و باید نیاز به دقت خیلی بالایی داره، ولی نتیجهش نتیجه عالیه و بهتون قول میدم که لذتشو میبرید. خب به مرحله حساس داریم نزدیکتر میشیم. دمای 118 که شد بعد سریع بریزیم سیرپ رو داخل پاتیلمون، ولی حواستون باشه وقتی دارید سیرپ رو اضافه میکنید بعد یکم اول در واقع میکسر بیاد پایین دور موتورش و بعد آروم آروم ببرید بالا و این هم مثل یک باریکه نخ باید اضافه بشه به سیرپ، هم باید مثل یک باریکه نخ اضافه بشه به بقیه موادتون. 117 و 118. سیرپو که اضافه میکنین در پاتیلتون داغ میشه و این داغ شدن نشون دهنده اینه که درست کارتون رو انجام دادین، یعنی مخلوط تخم مرغتون به حرارتی که دلتون میخواسته رسیده. خب حالا که این تقریبا پفکی شد، خیلی هم نیاز به پفکی شدنش نیست. اگه پفکی نشد نتیجهتون خیلی نگران نباشین. این هم قوام میده به موسمون، هم مزه یه کمی شیرین تر. میریم که الان شکلات رو بهش اضافه کنیم. شکلات رو باید اضافه بکنیم به پتبوممون. حواستون باشه ولی آبی که مال بمریه بهش، یعنی به مخلوطتون اضافه نشه. حتما زیر قابلمتون رو خشک کنین اول از همه. شکلاتتون گرمه، پتبومتونم گرمه و اینا رو به هم دیگه اضافه میکنین و برای اینکه موستون فلافی بشه در اصطلاح و پفکی تر، بعدش نوبت خامه است که ما خامه رو جداگونه فرم میدیم و به این مخلوط اضافه میکنیم. من اینجا دوست دارم برای طعم بیشتر موادمون، یعنی موسمون در واقع، بهش دونه تونکا اضافه بکنم و همینطور وانیل. خیلی جذابش میکنه. اول اینو هم بزنم و بعد اونو بهش اضافه میکنم. خب اول با اسپاتولا قاطیشون کردم و بعد با ویسک قاطی میکنیم تا اینکه یه ذره این مخلوط گرماشو از دست بده و در واقع برسه به دمای محیط، دمایی که میشه با خامه قاطی بشه. من منتقلش میکنم به یک کاسه دیگه و خامه‌مو از توی یخچال میارم بیرون و بهش فرم میدم. مرسی نبا خانم، وسط فیلم برداری اومدی بدون اجازه. دختری که مدرسه رو پیچونده. آره خوش به حال مامانش.
اگه از دانه تونکا استفاده میکنید میتونین دیگه وانیل رو بهش اضافه نکنید. دانه تونکا توی برزیل و ونزوئلا پیدا میشه و توی صنعت عطرسازی ازش خیلی استفاده میشه چون خیلی عطر و طعم داره و یه طعمی مشابه در واقع عطری مشابه عطر وانیل، بادوم و عطرهای خیلی جذابی داره. وقتی اضافهش میکنین به موس شکلات خیلی وقتی میخورینش جذابتر و دلچسبتر میشه. حالا من هر جفتشو دم دست دارم، هم تونکا دارم هم وانیل، جفتشو اضافه میکنم دیگه برای روز عشق و ویژه. براتون احتمالاً بوش خیلی آشناست چون توی خیلی از اسانس‌های حتی صابون و مواد شوینده هم ازش استفاده میکنن، ولی توی موس شکلات قطعاً یه چیز دیگه است. خب بعد از اینکه تونکا وانیل رو اضافه کردین اجازه میدین که یه کمی استراحت کنه و بعد موقع فرم گرفتن خام است. توی این رسیپی ما سفیده تخم مرغ و تخم مرغ خام نداشتیم برای اینکه موسمون حالت فلافی و در واقع با کف و حالت موسی در واقع پیدا بکنه باید خاممون رو جداگونه فرم بدیم. یعنی ما این روشیه که توی آتلیه هم به کار میبریم برای موس هامون. خامه ساده صورتی رنگ که از حالا هر برندی تهیه میکنید حواستون باشه که 30% تا 35% چربی باشه. میذارینش توی میکسر، میذارید یه کمی هم بخوره، فلافی بشه، پف بکنه و بعد آخر سر توی بقیه موادمون یعنی توی بقیه شکلات و پتباممون به اصطلاح فولدش میکنیم. چه بویی داره. فرم گرفتن خامه خیلی لذت بخشه به نظر من. کیف میده نگاش کردن. همینقدر که فرم گرفت میتونین حالا اضافهش کنین به بقیه مواد موستون. اگه تو کشورهای دیگه زندگی میکنین یعنی ایران نیستین از ویپینگ کریم میتونین استفاده کنین. توی ایران هم یه سری برندها یه سری ویپینگ کریم زدن که یکم با همین خامه صورتی ها و خامه صبحانه ها متفاوته، ولی من مزه این خامه صورتی های 35% رو خیلی ترجیح میدم و خب فرم هم میگیرن. بعضی فصلا فرم میگیرن بعضی فصلا فرم نمیگیرن. من اینو آروم آروم اضافه میکنم، اول یه بخششو و بعد ما بقیشو. وقتی همینقدر جذاب و فلافی و خوشگل شد باید بکشینش توی ظرفتون. حالا انتخاب با شماست. اگه دوست دارید امشب رو عاشقانه برگزار کنین و به قول معروف توی 2 تا ظرف مختلف بکشین، میتونین 2 تا لیوان یا 2 تا گیلاس بردارین، اینا رو توی گیلاسای متفاوت بکشین. من روش سرو مدل فرانسویش رو ترجیح میدم. دوست دارم که توی این ظرفای حالا به اصطلاح سوفله بکشمش و اجازه بدم توی یخچال استراحت کنه. در نهایت هم میتونین روش یه ذره پودر کاکائو بریزین و با میوه تزیینش بکنین. من توی این گیلاس ها هم در واقع جداگونه میکشم و سروش میکنم تا شما سروش رو ببینید. میتونین توی این ظرفا بکشین تا لبش پر کنین، سرش رو صاف بکنین و روش رو پودر کاکائو بریزین و با میوه دکورش کنین. با پالت من روش رو صاف میکنم. میتونین یه روز جلوترم اینو درست کنین، ولی من توصیهم اینه که همون روزی که قراره سرو بشه درستش بکنین برای اینکه حالت پفکی خودش رو حفظ کنه. 1-2 ساعت قبل از سرو
درستش کنین و بذارینش توی یخچال. یه ذره پودر کاکائو روش بریزیم. خب من برای سرو یک کرم شانتی هم درست کردم که رسیپیشو براتون توی کپشن می نویسم. ترکیب خامه، ماسکارپونه و پودر قنده. من دلم میخواد که این موس شکلات رو با خامه و توت فرنگی و حالا میوه های فصل مثل بلوبری سروش بکنم. من خودم عاشق خامم، بابک عاشق شکلات. خب امروز هوا برفیه، به پیشنهاد بچه‌های فیلم بردار و کارگردان البته میریم که سرومون رو بیرون انجام بدیم. خب امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین. من این موس شکلات رو سروش میکنم همراه با خامه و توت فرنگی و بلوبری تو این روز قشنگ با چایی میخورین. جای شما خالی. برای من اگر درست کردین عکساتون رو بفرستین و منتظر خبرهای خوب شما هستم. هر کامنتی هم داشتین بذارید، من جواب میدم. به امید دیدار.